خب من برگشتم. بعد تقریبا 4 سال منو بگاهی فقط تون پشت سر هم. اینکه چرا نبودم دلیلش اصلا مهم نیست. تو کار انگاری آشنان که باز همه دست دادن واسه کشتن من. افسردگی، اضطراب، OCD، اهمالکاری، ریده شدن به اعتماد به نفس و هزار تا دلیل دیگه که اینا فقط پس مونده هاشن. و دلیل اصلی که چرا به اینا دچار شدم و نمیتونم بگم. ولی الان چطورم؟ خوبم که برگشتم. میشه گفت زندم. به لطف 2 تا سیتاکسشه، 3 تا آلازین 5، یه دونه رهاگین 500 و یه ولبان 150. و مش این زاناکس هایی که میخوردم که تو سالهای اخیر کم اووردوز دارویی نداشتم. تو این چند سال چی کار میکردم؟ خب بیشتر داشتم رو خودم کار میکردم. یکی بر از من فیلم بگیره. خیسه قشنگ اندازی تو آب رفتن. شما بایست شما گیر کرد. رفتم تئاتر رو و الان بازیگر تئاتر شدم. برو کجا برم؟ منتظرم تا زنم بیاد. برو بیرون منتظر بمون. گاب زنی من زیاد از مردم با زود مرگه باشه چه کار میتونم بکنم؟ بری بچه باید بری. آره سلام علیکم. اشو بری سانه مستنیک ساره بیا. بری بچه بری. خود مسته و میشه گفت زندگیمو عوض کرد، چون با یکی از بهترین یا میتونم بگم فوق‌العاده ترین آدمای دنیا تو اونجا باهاش آشنا شدم. من مرد تنهای شبم، درد میکنه پای چپم. نصف شب مشهد خوش اومدید. دارم میرم خونه نرگس اینا. مفتح 34 ما اومدیم. حالا دوتایی باز شو. با آشنا شدن باش تونستم بیشتر خودم بشناسم و بفهمم کیم چیم، میخوام تو زندگیم چی کار کنم. نمایش صندلی برای مستر ایکس. هنوز تو این دنیا آدمای خوب وجود داره که میتونی روشون حساب کنی. سگ انقلابی من کیه؟ سگ انقلابی من کیه؟ عکس ایران بزن. بزن یه مشون بگیر. سگ انقلابی من کیه؟ Wow!
ما هر روز رد میشیم آقا. بابا الله رو بزار. الان ما بعد اینجا آدم باشیم تو دنیا الله. عاشقتون عروسای قشنگم آقا برو. ما شریعت رسیده. شما اگه رد نمیشی من خلاصه کلی مشکلم تو اعتراضات برام پیش اومد سال 1401. یه سری مشکلات حقوقی هم برام پیش اومد، کلی استرس دادگاه و این بالا پایین رفتن دادسرا و کلی کوفت و زهرمار که حالم از هرچی دادگاه دیگه به هم میخوره و کلی چیز دیگه. رفتم بوکس راستی، البته زیادم توش حرفه‌ای نیستم، تازه واردم اینجوری. و یه تغییر بزرگ دیگه هم کردم، اینه که از 59 کیلو شدم 100 کیلو. البته دارای اولانزاپین هم بی تاثیر نبود. دیگه چیکار کردم؟ خونمون رو عوض کردیم راستی و این اتاق جدیدمه. یه ویدیو جدید باید برش درست کنم یه روز، ولی دیزاینش رو خودم طراحی کردم و این MDF ها رو هم بابام درستشون کرد. من فقط نقشه ساختشون رو داده بودم بهش. اگه میخواید بگید ویدیوشو بسازم. البته هنوز تموم نشده، مونده یه جاییش. همه چیزش رو واسه یوتیوب طراحی نکرده بودم. البته واسه چرا واسه یوتیوب طراحی کرده بودم اتاقو، چون کلا انقدر جا خواب دارم فقط که پشت اون میزه است، بقیهش کلش همش واسه یوتیوب ساخته شده. آره دیگه، از چند سال پیش من هر روز دارم میگم فردا شروع میکنم. این اتاق واسه یوتیوب ساختم و قرار بود از فردا شروع کنم و از چند سال پیش تا الان هی دارم میگم فردا شروع میکنم و حتی اتاقمو ساختم، تجهیزات خریدم، ولی هنوز شروع نکرده بودم. یعنی مادر این کمالگرایی رو پیرسینگ زدم راستی. خدا نه خدا. پشتی میخوام ببستم از دستم لیز میخوره، ممکنه چند بار بیاد. تو باید اینو بگیری. نه این شکری بودن. اینو اینجوری بگیری. خون نیاد. نه الان که نه، میخوام پشتی رو ببندم. فواره میزنم. نه قربونت برم. نه یکی بود. تموم. تمامه؟ قربونت برم. وای این خیلی خفن‌تره شاید. واقعا؟ به خدا خیلی گنگ‌تره. از طرف تو فقط الان یه تونه. کنه. شباز بریم. ببینید. خیلی گنگه خدا. باهر خودشون. خیلی حال میکنم باش. البته ننه بابام اینجوری فکر نمیکنن و ولی چون میدونن کی برم زده مشکلی ندارم باش. خلاصه این 4 سال یه جهنمی بود که من به شکل عجیبی ازش زنده بیرون اومدم. زندگیم فقط شده بود دارای اعصاب و روان و زاناکسایی که خودسر استفاده میکردم تو خوردنشون و سیگار 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 سیگار. داروهایی که دکتر بهم داده بود استراب وحشتناکی که داشتم از بین برد، ولی افسردگی رو نه. من تمام این مدت افسرده‌تر میشدم، داشتم تو کثافت غرق میشدم. ولی از یه جا به بعد آدمایی که تو شرایط منن به یه جایی میرسن که گیواب میکنن، خودکشی میکنن، یا دپ و دپتر میشن و بدتر میرن تو خودشون و یا میگن بسه دیگه، بسه، خسته شدم، میخوام زندگی کنم. من بارها و بارها نوع اولش رو تجربه کردم، گیواب کردن ولی زنده موندم و شد به یه جایی برسم که بگم بسه دیگه. یه دستی دوباره به سر روی اتاق کشیدم و اسکریپت حرفایی که میخواستم بزنم و نوشتم و شروع کردم و الانم اینجا. نمیخوام اینا رو براتون تعریف کنم و بگم از فردا قراره ویدیوی انگیزشی براتون درست کنم. نه، من حتی هنوز خودم هم درست نکردم، ولی میخوام بهتر شم و کنار یوتیوب با هم دیگه رشد کنیم و قراره کلی پیشرفت بکنیم، با هم بریم جلو، مشکلات رو حل کنیم. من خودم هنوز خیلی مشکلات دارم که حل نشدن. یکیشون رو مثلا بزنم اعتماد به نفس پایین، یا ترک کردن سیگار، یا کنار گذاشتن ورزش. تو این چنل قراره کلی ویدیوی فان داشته باشیم، کلی ویدیوهای ترسناک، کلی ویدیوهای خودمونی و چیل که یکم با هم گپ بزنیم توش. خوشحالم که برگشتم و خوشحالم کاریو دارم انجام میدم که کل این 4 سال ناامید بودم از انجام دادنش. میبینم